اوکی. In our film on inflation, Alan Guth claimed that inflation is generically eternal, implying that inflation doesn't just produce one bubble universe, but instead an infinity of bubble universes, generating a اوکی. بذار من اینو یه کمی مقدمهش رو من نگفتم، ولی راجع به این تورم که حرف زدم براتون، اینه که جهان خیلی با سرعت زیاد داره در واقع منبسط میشه. یه اتفاقی میفته اینه که در واقع وقتی که اینو به طور دقیق بررسی کردن به این نتیجه رسیدن که در واقع این جهان ممکنه شما مثلا تورم داشته باشین و یه جایی بعدش تورم تمام بشه، ولی اگه تو ابعاد خیلی بزرگ نگاه بکنید تورم همیشه یه جایی داره اتفاق میفته و در واقع جاهای مختلف جهان تورم در واقع وقتهای مختلف تمام میشه که به اینا میگن بابل یونیورس یا حالا جهانهای موازی. این یکی از مدل های جهان های موازیه. جهان های موازی در واقع ورژن های مختلفی داره توی در واقع نظریه مختلف، ولی توی نظریه تورمی بهش میگن تورم جاویدان یا eternal. که اتفاقی میفته اینه که تو ابعاد خیلی خیلی بزرگ اگه نگاه بکنید جاهای مختلف در واقع تورم به انواع مختلف عوض میشه و حتی ممکنه جاهای مختلف پارامترهای فیزیکی هم عوض بشه در واقع، که اینا بهش میگن بابل یونیورسز، که اینا توی بعضی نظریه‌ها اینا میتونن با هم برخورد هم بکنن، که حالا مثلا همکارای ما بعضی وقتا که همکارای ما اینجا مثلا دنبال این بوده که میتونید نتیجه برخورد دو تا از این بابل ها رو با هم دیگه، دو تا از این در واقع حباب ها رو با هم دیگه ببینید. ولی الان اگه ببینید اینو من multiverse in what is called eternal inflation. As CNS also leads to a huge ensemble of universes, how are the two schemes different? Both cosmological natural selection and eternal. این بقیش البته ربطی نداره، ولی چیز اصلش همین بودش که یه همچین تصویر کجا بودش؟ آره این تصویر اصلی این بودش، این که در واقع توی این نظریه تورمی تو ابعاد خیلی خیلی بزرگ اگه نگاه بکنید، یکی از اینا ممکن جهان ما باشه که اینجا مثلا تورم تموم میشه و بعد ماده درست میشه و کهکشان‌ها درست میشن اینجا و اینا، ولی اگه تو یه جای دیگه یه وقت دیگه ممکن اتفاق بیفته جهان به خواص دیگه درست بشه. اینا معمولا از هم خیلی دورن و هم ارتباط ندارن، ولی بعضی وقتا احتمالش که multiverse in what is called eternal. وقتی بزرگ میشن اینا به هم دیگه ممکنه برخورد بکنن. خلاصه این داستان اینجوریه که بله این به این میگن جهانهای موازی، یا حداقل یه ورژنی از جهانهای موازی هست. ورژن‌های دیگه هم وجود داره که حالا توی نظرهای دیگه گاهی پیش بیادش. بله. خب بسیار عالی، ممنون. یکی از دوستان خانم مریم هم دوباره خواستن که اگه دکتر جان ممکنه اطلاعات مربوط به کتابو بذارید و منم دنبال اون تخفیفی هم که گفتین بله کدام بدین تا ما دوستان رو تشویق کنیم همه بخرن. من فکر کنم آره، من این به دلیلی این کجا من دو باید باشه بله من آره چیز تقریبا 2 برابر اون چیزی که قرار بود طول بکشه من فکر می‌کنم آره خیلی بیشتر وقت داشته باشم، به دلیلی من فکر کنم ساعت رو اشتباه کردم. بذار اینو من براتون میذارم اینجا که این کتاب کجا بودش؟ این اسلاید به دلیل کن داره میادش. اوکی. این حالت من اینجا یه لینک گذاشتم، ولی شما احتمالاً این بتل آف د بیگ بنگ رو اگه سرچ بکنید این اولین چیزی که میادش مال این سایت دانشگاه شیکاگو، کدش UCP نیو، اگه این کد استفاده کنید 30% هم تخفیف میده. فکر کنم مثلا $20 هم چیزی میشه، $20 آمریکایی میشه. آره این کتاب اوردی اومده باشه، کمی آمازون کارهای عجیب غریبی داره میکنه. آمازون تو کانادا، آمازون آمریکا میشه سفارش داد، ولی راحت تر اینه که بخواید 30% تخفیف هم بگیرین برین از همین سایت دانشگاه شیکاگو. یعنی که حالا اینجا آدرسش هست، ولی شما برین اگه همین بتل آف د بیگ بنگ رو سرچ بکنید اولین چیزی که میاد رو گوگل میادش مال این کتابه و اگه این کد UCP نیو رو وارد کنید توی هم سایت دانشگاه این 30% تخفیف هم میتونید بگیرید. شما اگه لطف کنید همین لینک رو کپی پیست کنید بذارید برای من یا بذارید توی لینک، من
همین رو میتونم براشون پخش کنم. خیلی هم عالی. بذارین الان من این اصلا تو چت میذارم. دقیقا. بله این اینجا هستش و بعدش این کد این کدم چیز کنم CPU استفاده کنیم. این کد. دقیقا این هم هدیه سال نو از طرف شما به ما. بله بله. سال نو البته کم سالش بیات شده نو نیست. بله ولی آره همین بله دیگه خیلی دیگه لطف کردین شما وقتم گذاشتین به ما و آره میدونم حالا احتمالاً کارهای جذابتر هم میتونستیم بکنیم غیر از اینکه به این گوش بدین ولی آره منم حالا چیزای دیگه داشتم ولی به دلیل آره بحث خیلی جالب و جذاب شد و آره من خلاصی عالم چیزای دیگه داشتم راجع به این نظریه من فکر کنم تقریبا راجع به هیچ کدوم از این نظریه حرف نزدم من حالا به غیر از تورم یه مقداری ولی آره داستانای خیلی زیادی هست راجع به کلا نبردهای متفاوتی که راجع به مهبانگ اتفاق افتاده و حالا من یه سری از اینا رو اگه دفعه بعد راجع بهش حرف خواهم زدش. یه جلسه دومم داریم جون 5. بله خب بله بله دقیقا میتونیم این قسمت ها رو اونجا ادامه بدیم. پس اگر خب حالا شما اگه دوست دارین که باز یه بحث دیگه رو ادامه بدین اینکه میخواین گفتگو باشه و سوال جواب باشه حالا باز من فکر کنم هم گفتگو راحت تره ولی حالا اگه چیزی پیش بیادش من اینو میتونم دوباره استاپ شیرینگ کنم میتونم حالا اسلایدری من راجع به این مدل های مختلف داشتم اگه توی بحث پیش بیادش میتونم راجع بهش حرف بزنم. بذار من چراغم روشن کنم اینجا خیلی تاریک شد یه لحظه ببخشید. بسیار عالی. بسیار خوب بله بله خب خب حالا من میتونم حالا چون کسی سوالی نداره خودم میتونم یه بحث جدیدی رو باز کنم. این سوالی که معمولا انفجار به واژه‌ایه که برای این شرایط استفاده میشه که شما یه چیزی دارید این انرژی درش وجود داره و بعد منفجر میشه. یکی از شایع ترین مدل های نظریه مهربانگ اینه که جهان ما از در واقع هیچ به وجود اومده و هیچی نبوده. آیا این واژه مناسبیه کلمه انفجار استفادهش توی همچین شرایطی اگر فرض کنیم اون نظریه پدید اومدن از هیچ معتبرتر باشه یا معتبر باشه اصلا؟ بسیار سوال خیلی خوبیه ولی انفجار بزرگ حالا چیزی که من بچه بودم استفاده میکردن الان همین کلمه مهبان که کلمه‌ای که من استفاده کردم استفاده شدش من اینو خیلی ترجیح میدم که خیلی از یه شبیه بیگ بنگه ولی خب یه جوری در واقع به جای انفجار این بانگ رو استفاده میکنم ولی بانگ مثل بنگ حالا یکم خیلی حالا تصادف این دوتاشون هم شبیه همن بانگ و بنگ هم احساسمون شبیه که حالا وقتی میگیم بانگ یعنی شبیه صدا درسته حالا نمیدونم شما بانگ اگه به نظر من یه احساس صدا میاد ولی من بانگ بگم شما چی به نظرتون میرسه بانگ؟ همین منم بیشتر حس صدا رو دارم. کلمه مهبانگ خیلی جالب تره تا انفجار ولی توی انگلیسی هم کلمه اکسپلوژن رو من شنیدم خیلی استفاده میکنن ولی گاهن بعضیا با این کلمه مخالفن میگن در واقع هیچ اکسپلوژنی نبوده یه فقط رپید اکسپنشن بوده و بهتره که اصلا نگیم اکسپلوژن چون اونجوری گیج کننده میشه چون بعد میگن خب چی بوده که منفجر شده هیچی نبوده. درسته و این به نظرم بانک خیلی بهتره و حالا دلیلم که بانک خیلی در واقع مربوط تره بانک یا بانک اینه که شما در واقع حالا من یه چیزی من نشون ندادم خیلی با دقت ولی این بذارین یه دونه اسلاید دیگه که من نشون بدم بهتون اینجا این اسلاید آبک زمینه کیهانی اوکی درست میبینید دیگه بله میبینید یا نه فکر کنم وارد ایمیل شدیم ببخشید اینجا الان میبینید بله اوکی. خب یه چیزی که یکی از همچنین گفتم یکی از در واقع شواهد خیلی در واقع قانع کننده برای مهبانگ این تابش زمینه کیهانی که حالا یه چیزی باید بگم که اولین بار تابش زمینه کیهانی رو میگن که اینو توی نیوجرسی پنزیاس و بیلسون کشف کردن ولی واقعیتش یه کسی که کتاب میگیم واقعا یه کانادایی بودش که اینو کشف کرده این تابش زمینه کیهانی یه آقای به نام اندرو مکلار
25 سال قبل از این پنزیاس ویلسون که توی آمریکا بودن، آقای اندرو مکولار این تابش زمینی که هانری کشف کردش و از طریق این بودش که اومده دمای مولکول های بین ستاره اندازه‌گیری کرده بوده و دیده که دماشون حدود 3 درجه کلوین که حالا تقریبا منفی 270 درجه سانتیگراد هستش، که در واقع این اول تو سال 1940 بودش تقریبا که اینو در واقع اولین شاهد بودش برای این گرمایی که از در واقع مهبانگ ساطع شده بوده. ولی حالا این چیزی که اینجا داره نشون میدم این دما نیستش، ولی افت و خیزهای تو این دماست. این افت و خیز یعنی یه جاهایی یه مقدار سردتر، این یه جایی مقدار گرمتره، حدود 3 درجه کلوین، 3 درجه بالای صفر مطلقه، ولی خب به اندازه چند میکرو کلوین یا زیادتر یا کمتره. این افت و خیزهایی که داریم میبینین، حالا من اینجا گفتم آغاز کوانتومی، به نظر میشه تو نظریه نسبی، تو نظریه تورم این افت و خیزها از افت و خیزهای کوانتومی توی نزدیک در واقع مهبانگ میان، ولی چیزی که واقعا ما داریم اینجا میبینیم اینا در واقع صداست، یعنی که همون در واقع صدایی هستش که یا صوتیه که یا امواج صوتی هستن که در مهبانگ درست شده بودن و بعدش در واقع ساطع شدن یا حرکت کردن طول تاریخچه زمان، تاریخچه جهان، و الان قیافه که الان دارن در واقع طول موجی که 400,000 سال بعد از مهبانگ داشتن. ولی وقتی ما میگیم مهبانگ یا بیگ بنگ، واقعا شبیه یه در واقع یه بانگ در واقع که یه صدایی بوده و در واقع این خواص این صدا که در واقع این چیزی که اینجا هستش، اینجا در واقع داره قدرت صدا رو بر حسب طول موجش مینویسه، اینجا کشیده شده که در واقع میگه که طول موجهای مختلف صدا یا فرکانس های مختلف صدا در واقع دامنه‌های متفاوتی داشتن که این حالا پیشبینی های از پیشبینی مدل مهبانگ، مدلی که الان داریم، خیلی خوبه با اندازه‌گیری ها میخونه، ولی این واقعا در واقع اندازه در قدرت یا شدت صدا بر حسب طول موج یا فرکانسه و این بانگ در واقع واقعا یه بانگ بوده، یه بانگی بوده، یه جای اتفاق افتاده که ما الان داریم میشنویم. خب حالا کمی با گوش نمیتونیم بشنویم چون طول موجش خیلی زیاده، طول موجش در واقع میلیاردها سال نوریه، به جای مثلا حالا صدایی که ما میشنویم طول موج ممکنه چند سانتی متر باشه، ولی اینا مثلا چند میلیارد سال نوریه طول موج. ولی واقعا از لحاظ خواص موجی همون موجیه که شبیه موج صداست، یعنی همون رفتار صدا رو داره، فقط ابعادش خیلی بزرگتره. یعنی ببخشید من 30 ثانیه، یعنی شاک ویو تقریبا مثل شاک ویو که یعنی جای ماده رو اومده منبسط‌تر کرده، یه جای کمی منقبض‌تر کرده، درسته اینجوری میشه؟ ولی خب شاک ویو اسم شاک ویو حالا به طور تخصصی معمولا وقتی که خیلی دامن زیاد باشه که به اون میگن شاک ویو، یعنی که در واقع اتفاق میفته که شبیه یه دونه جبهه‌ای هستش که تقریبا گسسته هستش که حرکت میکنه. اینا خیلی در واقع خیلی دامنش کمتره، شبیه همین صدایی که من و شما داریم با هم حرف میزنیم واقعا از لحاظ دامنه شبیه اون هستش، یعنی که افت و خیزهای توی چگالی خیلی کم هستش. همونطور که من و شما با هم حرف میزنیم، آره فشار و چگالی داره عوض میشه تو هوا، ولی خیلی کم داره عوض میشه. اینا هم که در اینجا میبینید در واقع 1 در 100,000 داره که فشار یا چگالی این پلازما داره عوض میشه که اینجا داره نشون میده اینجا. بله. بسیار جالب. خب من نمیدونم آقای مرشدی و خانم تارا، شما 30 ثانیه‌ای وقت میخواین یا 2 دقیقه؟ اگر 2 دقیقه وقت میخواین، هومن جان میخواد 30 ثانیه‌ای صحبت کنه، من 30 ثانیه‌ای رو بدم به هومن جان. بفهم. پس هومن جان شما 30 ثانیه‌ای. بله ببخشید، من نکته که میخوام بگم مربوط به اون هستش که اون موضوعی است که گفتید مهبانگ در همه جا اتفاق افتاد. آیا این در واقع به واسطه این هستش که اصولا فضا هم منبسط شده دیگه؟ یعنی همه جا یه جا بوده و بعد وقتی که
به اصطلاح مهبانگ اتفاق میفته در واقع در همه جا اتفاق افتاده، یعنی در یه جا اتفاق افتاده بعد شروع میکنه به انبساط. آیا برداشت من درسته یا اینکه چیزی به غیر از اینه؟ و این سوال، این حرف خوبه، یعنی که اگه مثلا توی نقطه تکینگی بریم، همه جا فاصلش با هر جای فاصلش با هر جای دیگه صفر میشه. ولی خب این که آیا ما واقعا نمیتونیم تمام مدت تا تکینگی بریم، یعنی که چون خب قوانین ما در واقع از بین قوانین ما دیگه کار نمیکنه. یه جای بعد قبل از اینکه به اون نقطه برسیم دیگه بعد وایسیم، چون دیگه نمیدونیم چه اتفاق داره میفته. و هر لحظه قبل از تکینگی، قبل از اینکه برسیم به تکینگی، اگه استاپ کنیم اون وقت خب فاصله ها محدودن دیگه، صفر نیستن. ولی آره این حرف شما درسته که وقتی به خود تکینگی برسیم خب همه فاصله ها صفر میشه. به یه معنی هر نقطه با هر نقطه دیگه یکی میشه که فاصلهشون صفره. ولی واقعا از معنی خیلی دقیقی نداره، چون در قوانین فیزیکی یعنی همین فضا و زمان و واقعیت و اینا همشون دیگه غیر مفهوم میشه تو اون نقطه. من خودم هم میتونم یه 30 ثانیه‌ای رو این بگم هومن جان. در واقع تمام اون چیزی که ما میبینیم و که ما بهش میگیم جهان، در واقع این یکی از همون بابلاییه که در واقع ما توش محدودیم. یه هورایزنی داریم که دیگه با زمان در واقع کل جهان محدود میشه و دیگه فراتر از اون ما قادر نیستیم ببینیم. ممکنه چیزی فراتر وجود داشته باشه، ولی این بابله اون بابله است که وقتی شما برگردید توی زمان به صفر، فرض کنیم سینگولاریتی، بعد دیگه اینا همه با هم واقعا یکی هستن. ولی خب ممکنه تعداد زیادی از این نقطه ها جای دیگه هم بوده و برای خودشون جدا جدا بزرگ شدن. اینجوری بهش نگاه کنیم وقت اون جهان قابل مشاهده ما آره میتونه یکی باشه همش. خب ثانیه من میتونم بگم یه 30 ثانیه هم شما گفت. خب خیلی پیچیده میشه. ما الان خودمون یه دنیایی داریم که در حدود 100 میلیارد ستاره داره، در کهکشان داره. یعنی تازه این خود 100 میلیارد قسمتی از یه بابلی میشه که در یه جهان نامتناهی باید بگیم قرار داره که ممکنه به طور نامتناهی جهانهای دیگه که به شکل بابل باشن هم توش وجود داشته باشه. واو، وقت در این حالت اون فرضیه اصلا آفرینش و خدا و جهان یه چیز خیلی پیچیده و سختی میشه. حالا من سخت بوده. فکر کنم حالا نیایش بعداً میگه برامون توی این نظریات استرینگ تیوری یه جایی هست که میشمارن چند تا از اینا هست، یه عدد از مرتبه 10 به توان مثلا 500 میاد بیرون از توش. یه عددیه که شما رو کاغذ بخوای بنویسی فکر کنم یه 10 کیلومتری جا میخواد فقط. من فکر کنم این آقای مرشدی دستشون خیلی وقت بالا. آقای مرشدی بله بفرمایید. میخوام 2 دقیقه ای سوال بپرسم. آره من دو سه تا سوال داشتم، بعد با سوالات این چیزشون رو ریورس بکنم و سوال سومی رو اول میپرسم چون اولیش جواب داده شد. این بحثی که گفتید بحث مالتیورس، این بعد از بیگ بنگ اتفاق میفته یا نه هر کدوم از این یونیورس ها خودشون یه بیگ بنگ دارن؟ چون شما داشتید اینجا توضیح میدادید بحث بیگ بنگ که ما میگیم، آیا این میگفتید مثلا همه جا، یکم برام مثل خنده‌دار میشه وقتی میگیم همه جا. آخه جایی یعنی مکان وجود نداشته اون لحظه، یعنی عملا نمیتونیم بگیم همه جا. آیا تازه با فرض این که بیایم بگیم چند تا یونیورس و بقیهشون هم هر کدومشون بیگ بنگی داشتن، اون که دیگه حالا کی اونا اتفاق افتادن، آیا یه ابزروری بوده روی اونا، اون اصلا یه سوال دیگه هست. و اینکه آیا بعد از بیگ بنگ این مالتیورس ها تشکیل میشن یا توی اون مدل پیش منبسط شونده؟ اسماعیل جان من قبل از اینکه پیش بری به توصیه کنم حتما کتاب بخونی چون خیلی سوالات عمیق، قطعا لذت میبری، داستان خیلی طولانیه. آره دستتون در نکن. آره خب حالا این سوالا اینجوری بود که اول آیا این مالتیورس ها از یه سورس نشأت میگیرن یا نه سورس های مختلفی، بیگ بنگ های مختلفی اینو تشکیل میدن؟ و اینکه سوال اولی هم جواب دادید، دوستان سوال پرسیدن که اون توی نقطه سینگولاریتی جا معنایی نداره، همه چی اصلا نمیتونیم حرف بزنیم در موردش. ممنونم.
این حرفا سلامت باشین، خیلی سوال جالبیه. بله این حالا بیگ بنگ یه مسئله اینه که خب آدمای مختلف وقتی میگن مهبانگ بیگ بنگ لزوما معنیش یه چیزی نیستش، ولی بیگ بنگ به معنای این در واقع شرایط اولیه که خیلی دما زیاد و فشار زیاده بعد از تکینگیه، یا اینکه اصلا ممکن تکینگی وجود نداشته باشه و ممکنه به جای تکینگی که از این در واقع اگه عقب تر برین این مولتایورس در واقع یا این جهانهای موازی وجود داشته باشه. یعنی که اگه فکر بکنید اینجا شما مثلا فرض کنید اینجوری فکر کنید که فرض کنید دارین یه آبو میجوشونین، آبو توی کتری دارین میجوشونید، یه جا حباب درست میشه دیگه. وقتی آب به نقطه جوش برسه جاهای مختلف شروع میکنید دونه دونه حباب درست شدن. هر کدوم از اون حبابا یعنی میتونین جهان خیلی جهان اصلی رو شبیه آب در نظر بگیرین. هر کدوم از اون حبابا شبیه یکی از جهانهای کوچیک یا جهانهای حالا توی جیبای جهان در واقع میگن، حالا پاکت یونیورس بهش میگن اصطلاحاً، که توی هر کدوم از اون یه دونه مهبانگ اتفاق میفته. به معنی که توی هر کدوم از اون حبابا که درست میشه در واقع تورم شروع میکنه تموم شدن و بعدش شما در واقع تابش درست میکنید و تابش زمین کمرانی درست میکنید، کهکشان درست میکنید، سیاره درست میکنید، ستاره درست میکنید توی هر کدوم از اون بابلا، که هر کدوم از اونها از یه جای شبیه بیگ بنگ، یه بیگ بنگ خودشونو دارن، یه چیز شبیه تکینگی دارن ولی خب واقعا تکینگی ندارن. تو این مدل جهانهای موازی در واقع تورم جاویدانه، تورمی که به طور یک نواخت داره اتفاق میفته، که این یه مدل هستش. ولی آره واقعا بیگ بنگ بعد از در واقع توی هر کدوم از این بابلای بیگ بنگ اتفاق میفته دیگه. بله. اوکی، ممنونم، دستتون در نکنه. علامت باشین. البته داستانش طولانیه اسماعیل جان، من توصیه میکنم حتما کتاب بخون. چشم. حالا خیلی داشتیم طولانیه ولی جالبه، خیلی خیلی جالبه. خانم تارا هم فکر کنم سوال دارید، بفرمایید شما. بله بله، چقدر بحثای جالب و واقعا خیلی متشکرم از اینکه یه همچین بحثایی رو هم برنامه‌ریزی کردیم و هم داریم پیش میبریم. من دوباره یه سوال دیگه برام پیش اومد، این بودش که در مورد این بانکی که فرمودین، اگه که به این فکر کنیم که صدا، بانک همون صداست و صدا هم برای انتشارش نیاز به محیط مادی داره، بله. اون وقت این چجوری داره به ما میرسه و ما هنوز انتظار داریم که توی فضای بین کهکشان ها که خالی هستش این صدا به اون برسه؟ مرسی. خیلی سوال خوبی کنه. بله درسته. این واقعیت اینه که این صدا رو اینجوری فکر میکنین، مثلا فرض کنین که من اینجا نشستم، این تو این اتاق، یعنی البته آره مثلا فرض کنین اتاق خلاه بالفرض، حالا من یه جوری مثلا اکسیژن دارم که من از خفه نمیشم. یکی داره اتاق کناری حرف میزنه که مثلا دیوار شروع میکنه تکون خوردن و ممکن اگه تو این اتاق خلا باشه من نمیتونم بشنوم، چون خب دیگه صدا توی خلا منتشر نمیشه، ولی دیوار تکون میخوره. اگه من در واقع بیام نگاه کنم به دیوار از در واقع با یه چیز دقیق، با یه حالا مثلا رادار دوپلر دقیق بیام دیوار نگاه بکنم، میتونم در واقع ارتعاشات دیوار رو اندازه گیری بکنم و بفهمم که یکی توی اتاق کناری داره حرف میزنه، یکی در واقع توی دیوار در واقع صوت داشته منتشر میشده. و این دقیقا شبیه همه اتفاقی داره تابش زمینه کیهانی میفته که من دوباره میتونم اینو شیر کنم نشون بدم بهتون. چیزی که ما داریم میبینیم به این اصطلاح ها میگن last scattering surface، یا اینکه در واقع سطح آخرین پراکندگی. اتفاقا میفته که جهان که در حال انبساطه چگالش کم میشه و این چیزی که ما داریم میبینیم، یه وقتی گفتم جهان یونیزه بوده بعدش خنثی میشه. وقتی جهان چگالش زیاده خب صدا توش منتشر میشده، همونطور که مثلا تو آب و تو هوا اینا صدا داشته منتشر میشده، اونجا منتشر میشده. ولی خب چگاله کمتر و کمتر میشه، صدا آهسته تر منتشر میشه و به طور خاص اتفاقی میفته وقتی که جهان در واقع خنثی میشه، سرعت صوت خیلی کم میشه، بخاطر اینکه سرعت صوت با دما متناسبه. وقتی که در واقع اتفاق میفته اینه که وقتی جهان خنثی میشه، فوتونا یا تابش مدار خودش حرکت میکنه
ماده معمولی برای خودش حرکت میکنه و سرعت صوت به طور سریع رفع کم میشه. برای هم دیگه صوت منتشر نمیشه، صوت سر جاش میمونه دیگه، تکون نمیخوره. ولی این افت و خیزها هنوز اونجا هستن و نوری که از این افت و خیزها در واقع ساطع شده، اون نور به ما میرسه که این تابش زمینه کیهانیه. این شبیه همون رادار دوپلری که بهتون میگفتم که ما خود صوت رو الان دیگه نمیشنویم، بلکه نوری که ساطع شده از این صوت، اون نور به ما میرسه که در واقع این سطحی که اینجا میبینیم شبیه دیواره، یعنی که اون پشت این سطح جهان کدره و در واقع نور رد نمیشه ولی صدا رد میشه. از این سطح به اون برتر به سمت ما جهان شفاف میشه، یعنی نور به ما میرسه ولی صدا دیگه حرکت نمیکنه، صدا در واقع اونجا فریز میشه که در واقع این از این طریق ما میتونیم این صوت رو داریم اندازه گیری میکنیم ولی صوت رو به طور مستقیم اندازه گیری نمیکنیم. این در واقع صدا رو داریم به طور غیر مستقیم از روی اثرایش روی افت و خیزها، داریم افت و خیزها رو از طریق نورش که ساطع کردن یا تابش مایکروویوشون داریم الان رصد میکنیم. خب خیلی ممنون. چند تا دست بالاه. آقای علی 3 ثانیه‌ای میخواستن. هومن جان نمیدونم شما 3 ثانیه‌ای میخواین یا 2 دقیقه‌ای میخواین؟ اگه 2 دقیقه‌ای میخواین آقای سعید فروغی دستشون رو زودتر گرفته بودن، ایشون میتونن 2 دقیقه‌ای صحبت کنن، ولی قبلش فکر کنم آقای علی میخواستن 30 ثانیه‌ای صحبت کنن، پس شما بفرمایید 30 ثانیه. نیاشان خسته نباشی. این معنی که الان روی صحنه هست رو من اصلا نمیفهمم که محور افقی عمودیش چیه. بله بسیار خوب. این در واقع این چیزی که اینجا هستش، این در واقع داره خواص آماری این نقشه سمت راست رو داره میگه. خب این نقشه سمت راست چیه؟ شما ببین کاری که میکنید ماهواره هستش که در جهت‌های مختلف میادش دمای آسمون رو اندازه‌گیری میکنه. گفتم دما تقریبا حدود 3 درجه کلوینه، 2.7 درجه کلوین، در واقع منفی 270 درجه سلسیوسه. ولی دما یه مقداری افت و خیز داره، بعضی جهات‌ها بیشتره بعضی جاها کمتره، که این افت و خیزهای دما رو داره نشون میده چند مثلا میکرو کلوین هست، چند ده مثلا 10 بین مثبت 10 میکرو کلوین تا منفی 10 میکرو کلوین. قرمز دما بیشتره، آبی دمای مقدار کمتره. بعد کاری که کردن اومدن رفتار آماری اینو بر حسب طول موج نگاه کردن. خب طول موج این تو آسمون در واقع طول موج بر حسب زاویه هستش که این بیشترین زاویه که دارین در واقع 180 درجه است از این طرف تا اون طرف، کمترین زاویه خب خیلی کوچیک میتونه باشه. خب این کاری که اینجا کردن اومدن گفتن تو زاویه‌های مختلف چقدر شما افت و خیز دارید. مثل اینکه این شبیه اینه که شما فرض کنید شما میان رادیوتون و رادیو مثلا ماشینتون رو بیاین بچرخونین، داره فرکانستون رو عوض میکنه. تو فرکانس‌های مختلف شما بعضی وقتا صدا زیاده، بعضی وقتا صدا کمه. حالا بستگی داره که حالا مثلا یا ممکنه یک کانالایی داشته باشین که مثلا پخش دارن میکنن، بعضی کانال‌ها اصلا هیچ پخش نمیکنن، فقط دارین نویز دارین. این شبیه همونه، فقط به جای اینکه فرکانس رو دارین عوض میکنین دارین طول موج رو عوض میکنین، یعنی یکی هم با هم دیگه. منظور چیه؟ طول موج منظورتون چیه؟ طول موج یعنی که شما میاین مثلا ببینین چقدر افت و خیز توی ابعاد، مثلا شما فرض کنید اینجا مسئله داره بکشم با شعاع مثلا 1 درجه یا مثلا 18 درجه یا 90 درجه، بگم تو این دایره چقدر دایره های با این سایز چقدر مثلا اینجا و اینجا متفاوته. مثلا ببین این سایزش مثلا تقریبا 10 درجه است بالفرض بگیرم، افت و خیزهای مقداری هستن. اگه مثلا کوچیک‌تر بگیرم مثلا در ابعاد 1 درجه که بیشتر این فلاکچویشن که داریم می‌بینیم تو ابعاد 1 درجه است که این در واقع اندازه تقریبا این اثباتایی که اینجا هستین 1 درجه است. ولی خب تو همه ابعاد یکشون افت و خیز هستن که این در واقع به شما اسپکتروم در واقع میشه، یک طیف در واقع همینه دیگه. طیف به شما داره میگه که تو ابعاد مختلف یا طول موجهای مختلف چقدر در واقع دامنه فلاکچویشن هستش. ببخشید این 3 درجه رو از کجا میخونی روی این کرف؟ تو اینجا ببینید 1 درجه نوشته، این یکی هستش 3 درجه کلوین منظورمه. از کجا؟ 3 درجه کلوین. نه این افت و خیزا رو فقط داره به شما میده. 3 درجه چیزه بیسلاینتونه. این بعد روی این وقت فلاکچویشن، این فقط داره فلاکچویشن ها رو نشون میده که بر اساس میکرو کلوین، حالا چون وریانس رو داره نشون میده میکرو کلوین به قوه 2.
که مثلا من این عددی که اینجا هست بالفرض اینو بگیرم، این هست مثلا 2000 مایکروکلوین به توان 2، بعد رادیکالش رو بگیریم بشه مثلا تقریبا میشه نمیدونم چقدر، اگه 4000 نه چقدر رادیکال رادیکال 2000 چقدر میشه؟ میلیون میشه تقریبا بین 60 تا 70. 60 تا 70 60 تا 70 مایکروکلوین میشه دیگه. آره مثلا تقریبا این فلاکچویشن ها 60 تا 70 مایکروکلوین. مرسی. در اصل ببخشید من استاد، در اصل میاد تمپراتور داپلر رو اندازه گیری میکنه. داپلر که ردشیفت یا بلو شیفت که به خاطر تمپراتور اتفاق میفته رو اندازه گیری میکنه، درسته یا نه؟ و اون ردشیفت اندازه گیری میکنه یا بلو شیفت که به خاطر چیه، به خاطر اون ویوا یا مکانیکال ویوه؟ واقعیتش اینه که این سری اثرهای مختلف، چند اثرهای مختلف هستن، جاهای مختلف، تو زاویه‌های مختلف اثرهای مختلف با هم مثلا ترکیب میشه. مثلا توی این ابعاد بزرگ بیشتر در واقع به خاطر جاذبه است یا اینکه بهش میگن گراویتیشن ردشیفت یا بلو شیفت. اینجا بعضی داپلر شیفت مقداریش بهش میگن، اتفاقا میگن داپلر پیک بالفرض، یعنی که این اثرهای متفاوت هستن دیگه جمع میشن، ولی آره یکیشون داپلر شیفت، یه سری دو تا اثر دیگه هم هستن که شبیه همن در واقع. ممنون. اوکی بسیار عالی. خب آزاده خانم دستشون بلند بود، من فکر کنم سوال نکردم. بله باشه. سه نفر الان دستشون بالاه، آزاده خانم و آقای سعید و هومن جان. تارا خانم فکر کنم اگه سوالشون پرسیدن. خب حالا اگه بخوایم به ترتیبی که دستشون رو بالا گرفتن اجازه بدیم، آقای سعید خیلی وقت دستشون بالاه، ایشون سوالشون رو بپرسن بعد میریم سراغ گروه بعدی. بفهم آقای سعید. سلام، صدای من دارین؟ بله بفهم. اول اینکه ممنون از شما و همینطور گفتگوی اندیشمندانه که این جلسه رو گذاشتم، داریم آگاهتر میشیم. مرسی، واقعا لذت بردیم. من نمیدونم، به خاطر اینکه احتمال میدم بخشایی از گفت اسلایدهای شما مونده برای بعد و درخواستی که دارم اینه که اگر بتونیم ادامه بدیم مثلا توی جلسه دومی، مشتاقیم که ببینیم اینا رو. و من یه مقدار کنجکاوم زودتر سوالو پرسم. نمیدونم آیا شما میخواستین در مورد این صحبت بکنین یا نه، در مورد اینکه در حال گویا یه سری ابعاد اضافه مثلا مطرح میشه برای اینکه نیروها رو وحدت بدن و آیا اینکه مثلا تو کیهانشناسی هم اینا رو میشه اثراشو رو مشاهده کرد. حالا مثلا فرض بکنیم که ما تو اول عالم بریم که خیلی شاید فشرده تره، از اسکیل مقیاسمون کوچیک‌تره، یا تو اواخر عالم که مقیاس بزرگتر میشه و مثلا این فشار منفی که برای ثابت کیهانشناسی گفتیم، آیا میتونه مثلا از اثرات مثلا ابعاد دیگه بیاد؟ آره ممنون میشم اگر که این قرار بعداً بگید که حالا من صبر میکنم، ولی اگه نه دوست داشتم که بگید. سوال بسیار خوبیه و بله اتفاقا من اسلاید داشتم ولی خب خیلی زیاد نیستش، ولی بذار ببینم الان میتونم بیارمش اینجا. این حالا یه اسلاید البته بازم بیشتر راجعش میتونم حرف بزنم، ولی خب یه نظریه هست به نام نظریه ریسمان که در واقع چیزی پیش بینی میکنه مع ابعاد نامرئی. نظریه ریسمانی که به جای ذره شما استرینگ یا ریسمان دارید و این در واقع کمک میکنه به اینکه خواص کوانتومی این گرانش کوانتومی موجودات خب راحت‌تر میشه. یعنی که یه سری مشکلات بی‌نهایتی هستن که برای ذره هستن که برای این استرینگ ها یا ریسمان ها وجود ندارن، که بعد اگه بخواین این در نظریه کوانتومی رو درست انجام بدید، به نظر میاد باید توی ابعاد بیشتر اضافه بکنید و این حالا این چیزی که اینجا نشون میده در واقع اصطلاحاً این ابعاد دیگه هستش که یعنی بعد 6 تا بعد اضافه وجود داشته باشه، ولی این بعدا رو که ما نمیبینیم بعد یه جوری تو خودشون پیچ بخورن، یعنی که ابعاد اصطلاحاً میگن کامپکتیفاید یا فشرده شده باشن، که حالا روش‌های مختلف میشه این ابعاد فشرده کردش. این یکی از چیزایی که حالا توی کتاب من خیلی راجعش بحث میکنم، این در واقع دعوای سر این نظریه ریسمان و ربطش به کیهانشناسی. خب خیلی ابعاد مختلفی داره نظریه ریسمان، ولی حالا یه چیزی که حالا به طور خاص می‌خواستم راجعش حرف بزنم، چون حالا این
یکی از فیزیکدانای معروف ایرانی توش کار داره، این آقای کامران وفا که استاد معروف نظریه ریسمان توی هاروارد هستش، با که دوست من یا استاد سابق من یا همکار سابق من رابرت براننبرگر با هم یه نظریه دارن که چجوری اولین بار این نظریه در واقع ریسمان توی کیهانشناسی میتونه استفاده بشه و به طور خاص گفتن که چجوری شما از این ابعاد در واقع جهان 10 بعدی که توی نظریه ریسمان پیش بینی میشه جهان در واقع 3 بعدی میتونین بگیرید یا 4 بعدی که 3 به علاوه 1 بعدی بشه. یعنی چجوری میتونین از این 9 بعد فضا که توی نظریه ریسمان هستش بریم به 3 بعد توی سیستم توی در واقع مدل نظریه ریسمانی که بله این که یه پیش بینی های عظیم میشه، ولی خب حالا پیش بینی هاش دعوایی است بین حالا مثلا کسایی که نظریه تورم رو دارن، این اندره لینده کسی هستش که نظریه تورم رو خیلی در واقع روش کار کرده که میگه که نه خب این کار نمیکنه، ولی خب این وفا و براننبرگر فکر میکنن که کار میکنه. خب سر خیلی دعواست هستش سر این که آیا واقعا این با نظریه ریسمان کیهانی میتونید یا به یه گاز ریسمان کیهانی اگه یه عالم از این توی در واقع پلازمای درست بکنید با این ریسمان ها، آیا میتونید باش مهبانگو توضیح بدید که حالا دعوا سرش هست که بعضا فکر کنن میشه و بعضا فکر کنن نمیشه و بحث اینه که حالا چه پیش بینی هایی سرش هستم دعوا هستش. خیلی ممنون. سلامت باشید. بسیار عالی. اوکی، ما توی اسپیکر لیستمون آقای هومن رو داریم، بعد خانم آزاده رو داریم و در انتها آقای امیر رو داریم. خب اگه اجازه بدید من برم سراغ هومن جان. بفرمایید شما. بله متشکرم. ببینید وقتی ما صحبت از به اصطلاح بابل های موازی یا جهان های موازی میکنیم، آیا اینا هنوز فضای مشترک دارن؟ یعنی فضا به مفهوم فضای سه‌بعدی که ما میشناسیم، آیا در یک فضای مشترک هستن اما به واسطه محدودیت فیزیکی سرعت نوره که از هم با هم دیگه ارتباط نمیتونن برقرار کنن، یا اینکه فضای اونها هم با هم فرق میکنه و اگه قرار باشه فضاشون هم فرق بکنه، آیا این بحث کاملا فلسفی نمیشه؟ چون هیچ ارتباطی بین این فضاها عملا قابل برقراری نیست. آیا تو این زمینه میشه توضیح بدید؟ ممنون. بله این سوال خیلی خوبیه و یک مسئله حالا فلسفی خیلی جالبی هستش. توی فیزیک مدرن یا فیزیک نوین دو تا اتفاق همزمان افتاده به طور موازی اگه بخوایم بگیم. یکی این که شما توی نظریه تورم بودش که اتفاق افتاد که پیش بینی کردن که حالا برای اینکه خواص جهان توضیح بدید به نظر میرسه که شما نظریه تورم دارید و بعدش به نتیجه که نظریه تورم به نظر میرسه که تورم جاویدانه، تورم وقتی شروع بشه دیگه هیچ وقت تموم نمیشه، یعنی که ممکنه یه جایی تموم بشه و یه جاهای دیگه تموم نمیشه و جهان در واقع این بابلا یا حبابا شروع میشه که این باعث میشه که توی یه فضای خاص این بابل ها جاهای مختلف ممکنه جاهای خیلی دور از هم باشن ولی این حباب ها درست میشن. همزمان توی نظریه مکانیک کوانتوم این سوال پیش اومد که شما وقتی مثلا یه اندازه گیری میکنین توی مکانیک کوانتوم به نظر میرسه بعض وقتا یه جواب به دست میاد، بعض وقتا جواب دیگه. به این میگن، حالا اینو شنیدین مثلا چیز معروفش میگن گربه شرودینگر که میتونه هم مثلا زنده باشه هم مرده باشه همزمان ولی وقتی مثلا در جعبه رو باز میکنید ممکنه مثلا 50% مرده است 50% زنده است، ولی این که خالی معنیش چیه؟ چون از چجوری این عدم قطعیت از کجا میاد؟ و یکی از تفسیرهای مکانیک کوانتوم بودش که شاید واقعا جهانهای موازی وجود داره، بهش میگن منی ورد یا جهانهای بسیار جهانهای کوانتومی که این تفسیر مکانیک کوانتومه. یه وقتی این کیهانشناسا و در واقع فلاسفه مکانیک کوانتوم با هم دیگه رفتن یه جا نشستن گفتن که شاید این دوتا در واقع چند جهانی ها با هم یکی باشه، یعنی که شاید اینا یکی باشه با هم دیگه، ولی اینکه آیا اینا با هم میتونن ارتباط داشته باشن معلوم نیستش. یعنی که ممکنه تو هیچ کدوم از این سناریوها با هم نتونن اینا ارتباط داشته باشن. توی many word interpretation
به نظر نمیرسه با هم بتونن ارتباط داشته باشن، مگه توی حالا داستان سرایهای در واقع ساینس فیکشن. توی این مولتایورس که حالا جهان تورمی هم بازم معلوم نیستش، یعنی که به احتمال زیاد فردا فکر میکنه که این خب بابا نتونن با هم ارتباط داشته باشن، با این ممکنه بتونن با هم، ولی بستگی داره که در واقع چه باشه سرعت از هم من دور میشن خب بابا. بله خب این که آیا این در واقع ساینس فیکشنه یا نه، این هم یه سوال خیلی خوبیه. این یکی دیگه از جنگ های در واقع کیهان شناسی. بذار من نشون بدم اون جنگ، این بهش میگن این یکی جنگ های تورمی اسمش، که حالا مرز علم کش، که بعضی از آدما میگن که نه این واقعا اصلا علمی نیستش، این در واقع اینفلیشن یا کلا تورم به طور کلی فکر میکنن این علمی نیستش. که حالا بین این آدما مختلف یه عده هستن که این مثلا پالستاین هارت و این کسی که تورم درست کرده، یکی کسی هستش که خیلی در واقع یکی دیگه از کسایی که تورم درست کرده ولی الان باش خیلی مخالفه، که اینا هم دعوا سر کارهای علمی هستش یا نیستش. خب حالا دوستان اگه اجازه بدید ما کم کم دیگه باید جلسه رسمی رو تموم کنیم. فقط یه سوال خانم آزاده، چون تا سوال نپرسیدن، اجازه بدیم بپرسن و بعد بقیه دوست سوالات و گفتگوها رو بذاریم برای بعد از جلسه رسمی. و خب دیگه هر کس آزاده، اگر کسی دلش خواست میتونه بمونه، اگر کسی دلش نخواست میتونه بره. پس اجازه بدیم خانم آزاده سوالشون بپرسن و بعد تصمیم بگیریم. ممنون. بفرمایید شما. شما بذارین من میوت نمیتونم بکنم الان میوت کردم. ببخشید. مرسی از برنامه خوبتون، از همگی ممنون. من دفعه اولم شرکت میکنم، خیلی هم اطلاعات خاصی ندارم، مثلا پیش زمینه تحصیلی نه ریاضی بوده نه فیزیک بوده، ولی یه سوال دارم. شما اول گفتین که این مهبانگ صد بانک هستش، صدا هست، بعد بله. گفتین که فوتون نوره، بعد بله. گفتین که امواج ماکروویوه، و گفتین که ممکنه در اول هم گفتین که ممکنه چند جا اتفاق بیفته، بعد گفتین که نه یه بار اتفاق افتاده. من اینا همه فرضیه است، یعنی شما مطرح کردین، یعنی هیچ کس مطمئن نیست کدومی که از اینا، تا جایی که من متوجه شدم. و سوال دیگه هم اینه که امکان داره که این اتفاق در آینده هم بیفته، یعنی همین اتفاق، یعنی یه چیزی نیست که اتفاق تموم شده، مثل اگه علمیه بعدا هم اتفاق بیفته، یعنی ممکن همین عالم اتفاق بیفته، حالا شما ما متوجهش نیستیم. والا یکی این که حرف اول که میگه سلامت باشید، خیلی سوال خوبیه، ببخشید اگه خیلی مشخص نبودش. آره خواص مختلفی داره. خب مثلا میگن به قول هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. مهبانگ هم اینجوریه، هر کس چیزای خواص مختلف داره، آدمای مختلف چیزای مختلف رو جایش فکر کنن. بعضیاش همه اینا هستش، یعنی که هم تابش میکروویو درست میکنه، مایکروویو درست میکنه، هم نور درست میکنه، هم صدا درست میکنه. اینا هستش. و اینکه آیا شده یا نه، بعضی چیزاش هستش که از لحاظ تجربی خیلی در واقع جا افتاده هستش. مثلا الان میدونیم که اینه که هم تابش زمین کیهانی که نشون دادم افتخارش خیلی با دقت اندازه‌گیری کردیم و با نظریه همون میخونه، با نظریه خیلی خوبی داریم. ولی یه بخشایش هستش که خب خیلی در واقع شبیه داستان سرایی میشه و در واقع شبیه در واقع اسپکولاتیو میشه اصطلاحاً، که اون بخش ها هم بخشی از علمه و در واقع یکی از نکاتی که ما توی کتابمون خیلی میخوایم بهش اشاره کنیم اینه که علم دو تا جنبه داره. یه بخشش خیلی دقیق هستش و شما با دقت خیلی زیاد و با خطای خیلی کوچیک شما چیزا رو اندازه‌گیری میکنید و سعی میکنید مدل درست بکنید که توضیح بده. و یه بخشش خیلی در واقع تصوراته، جایی که داده ها خیلی خوب دقیق نیستن. مثلا هم وقت نزدیک تکلیدگی میشید شما سعی میکنید که تصور کنید هم چیزی که هر اتفاقی که ممکنه بیفته و بعد این تصورات مختلف رو بعد سعی کنید ازش
در واقع سعی کنین محدود کنین از طریق داده ها یا از طریق آزمایش هایی که ممکنه انجام بشه و اینا همزمان همش هستش. یعنی که درسته ما یه مهبانگ رو دیدیم که اتفاق بیفته، ولی اگه مهبانگ های دیگه جای دیگه در فواصل خیلی دور از ما اتفاق بیفته ممکنه نباشه. یعنی که اینا همه چیزایی هست که جزو در واقع تصورات علمی هستش یا تخیلات علمی هستش، ولی خب ما نمیتونیم ردش کنیم و نمیتونیم ثابتش بکنیم. یه چیزایی هستش که ما راجع بهش خیلی مطمئنیم و با دقت زیادی میدونیم اتفاق افتاده، یه چیزایی هستش که اون خطامون زیاد میشه و زیادتر میشه و سعی میکنیم که چیزای مختلف رو تصور کنیم و سعی میکنیم پیش بینی از این تصورات پیش بینی هایی در بیاریم و تستشون بکنیم و همه اینا همزمان اتفاق داره میفته.